مهمان این قسمت گفت مای خانم هستی صادقی تباره و قراره برای ما از زن و خوددوستی بگه. یکی از بچگی بهش یاد دادن، انقدر بهش عشق دادن که یاد گرفته که باید خودشو دوست داشته باشه. اون دلش میخواد آدما اونو متفاوت نبینن. وجودش پر از عشقه. از شاد بودن و عشق ورزیدن به خودش لذت میبره. از چالش خوشش میاد و عاشق صخره‌نوردی. حتما تا حالا شنیدین که میگن خودتون رو دوست داشته باشین تا بتونین بقیه آدما و جهان اطرافتون رو دوست داشته باشین. شما با تعجب گفتین معلومه که من خودم رو دوست دارم. من عاشق خودمم. ولی شما به اندازه کافی خودتون رو دوست ندارین. البته خود دوستی با خودشیفتگی فرق میکنه. مثلا شما تا حالا برای خودتون کادو خریدین؟ وقت گذاشتین به رستوران مورد علاقتون برین؟ اون عطر خاصی که خیلی دوستش دارین ولی گرونه رو برای خودتون تهیه کردین؟ دوست داشتن باید خالص و صادقانه باشه، ولی بیشتر اوقات اونطور که باید و شاید ما خودمون رو دوست نداریم. ما خانوما اکثر اوقات از دوست داشتن خودمون غافل میشیم. شما چقدر خودتون رو دوست دارین؟ امروز من به همراه مرسده بابایی عزیز کارشناس خوبمون در خدمت یک مهمان نازنینی هستیم که میخوایم از زاویه دید ایشون با زن و خوددوستی بیشتر آشنا بشیم. خانم هستی صادقی تبار پر انرژی که از صبح که اینجا هستیم من خودم کلی ازشون انرژی گرفتم و خوشحالم که برنامه امروزمون رو با ایشون شروع میکنیم. هستی جون خیلی خوش اومدین. خیلی ممنونم از شما. هم سلام میکنم بهتون. امیدوارم که خوب باشید و من خیلی خوشحالم که از صبح با یه تیم خیلی پر انرژی آشنا شدم و کیف کردیم کنارم. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی با هم داشته باشیم. حتما همینطوره. سلام مرسده جون. سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستی جان، کنارت هستیم و مطمئنم که تا آخر برنامه خیلی لذت میبریم از این انرژی که داری. مرسی، متشکرم. هستی جون میخوایم راجع به خوددوستی صحبت کنیم. خوددوستی اصلا از نظر تو چیه؟ خوددوستی از نظر من اینه که من همیشه همه جا روحم، روانم و درون من با منه. خوددوستی یعنی که من اذیتش نکنم هیچ جوره، یعنی همیشه اولویت این باشه که روح و روان من آروم باشه، به خودم آسیب نرسونم. قبل از اینکه اصلا کسی بخواد منو دوست داشته باشه من خودم باید بلد باشم خودم رو دوست داشته باشم. به قول معروف میگن الفبا رو باید بلد باشی که بتونی بنویسی که بقیه بتونن بخونن. اول من خودم باید بلد باشم خودم رو دوست داشته باشم، بعد باید از بقیه انتظار داشته باشم که اونا من دوست داشته باشن. وقت فرقش با خودشیفتگی چیه؟ خودشیفتگی به بقیه آسیب میرسونه ولی خوددوستی نه. خوددوستی معمولا اتفاقا کسایی که خودشون رو خیلی دوست دارن برای آدم‌های دیگه ارزش خیلی زیادی قائلن و سعی میکنن که اذیتشون نکنن. من خودم همیشه میگم وقتی ما خودمون به خودمون احترام نمیذاریم چجوری انتظار داریم بقیه بهمون احترام بذارن؟ بله. این فرق یعنی یه مرزیه به نظر من بین خودشیفتگی و خوددوستی که میخواستم که یه خود راجبش برامون توضیح بدی. آره کمال جان، خیلی هم بینشون فاصله هست. حالا هستی جان گفتش که به بقیه آسیب میرسونن، کسایی که خودشیفتگی دارن به خودشون هم آسیب میرسونن، بیشتر از همه به خودشون آسیب میزنن و تفاوت خیلی مهمش اینه که کسی که خودشو دوست داره عزت نفس داره، کسی که خودشیفته است اصلا عزت نفسی نداره. بله. هستی جان این خوددوستی چجوری به وجود میاد؟ یعنی که آدم حتما باید یه شکستی بخوره یا یه تجربه‌ای داشته باشه یا نه میتونه خیلی قشنگتر و بهترم تو وجود آدم به وجود بیاد؟ فرق میکنه، رفتار آدم ها با هم متفاوته. یکی از بچگی بهش یاد دادن، انقدر بهش عشق دادن که یاد گرفته که باید خودشو دوست داشته باشه. یکی از بچگی این اتفاق نیفتاده، توی یه دورانی یه اتفاقی افتاده که بد جور افتاده زمین، برگشته دیده هیچ کس نیست، باید خودش با دستش بذاره روی آنش بلند شه. یکی اونطوری به خود دوستی میرسه، یکی دیگه خیلی خوش شانسه، دور و برش پر از آدمای مهربونن، پر از آدمای پر انرژی. خب اون آدم انقدر از اون جو موجودش تأثیر میگیره که خب اونم به خود دوستی میرسه.
به نظر من یعنی نظر شخصی منه که از این سه تا حالت نمیتونه خارج باشه. یکم هم هستی جان خود دوستی با خود باوری شاید یکم متفاوت باشه. یه چیزایی توی این مثالایی که گفتی یکم به سمت خود باوری هم میره، اما خود دوستیه یعنی این که من نیازهای خودم رو، احساسات خودم رو، خواسته های خودم رو بشناسم در درجه اول، بعد پیداشون کنم، ببینمشون، درکشون کنم و بعد بتونم بیانشون کنم. مجموعه این سه تا میشه خود دوستی. دقیقاً. من یه جمله خیلی اذیتم میکنه. مثلا به یه کسایی میگم که خب مثلا برای خودت این کارو کن، مثلا میگم که چی بشه، حالا کی ببینه. اصلا این خیلی اذیتم میکنه. میگم خودتون با خودتون خوشحال باشین، از حالا آراستگی، خوشحالی، پر انرژی بودن، کارهای مفید کردن خودتون لذت ببرید. بله. هستی جا اگه بخوای زندگی رو برای ما تعریف کنی، چه تعریفی از دیدگاه تو میتونه زندگی داشته باشه؟ زندگی خیلی قشنگه، یا متاسفانه یا خوشبختانه فقط یک بار اتفاق میفته و خیلی مهمه که بتونیم ازش خوب استفاده کنیم. خیلی مهمه که به یه سنی که رسیدیم وایسیم نگاه کنیم، خودمون با خودمون کیف کنیم، با خودمون که بودیم. یعنی حتی اگه شکست خوردیم، حتی اگه خیلی اشتباهات کردیم، اشکال نداره. آدم باید شکست بخوره، باید اشتباه کنه. از همین اشتباه هاست که اصلا یه کار درست در میاد، یه نتیجه درست در میاد. خیلی مهمه که خودمون با خودمون کیف کنیم. اولین چیزی که اصلی که برای من تو زندگی مهمه اینه که من اون لحظه با خودم کیف کنم، تمام کیفم بکنم. یعنی بعد مثلا برنگردم خونه بگم کاش مثلا میرفتم فلان کارم میکردم، این اتفاق نیفته. خودم خیلی برای خودم مهم باشم. خودت چقدر خودتو دوست داری و چقدر برات اهمیت داره این قضیه؟ خیلی زیاد. البته اینم بگم که خیلی براش زمان گذاشتم که بخوام یاد بگیرم، بخوام بفهمم که اصلا هستی چیه، هستی باید چی کار کنه، هستی چه چیزایی دوست داره. ولی بعد از اینکه فهمیدم خیلی خودم رو دوست داشتم و همون دوست داشتن باعث شد که من خیلی جاها خودم تونستم خودم رو جمع کنم. خب قطعا هممون بالا داریم، پایین داریم. یه سری از آدم ها وقتی به مشکل برمیخورن از خودشون سعی میکنن انتقام بگیرن. من هیچ وقت به اون درجه نرسیدم. خب پس یه روز پر انرژی و هیجان انگیزی رو برای ما تعریف کن. چی کارا میکنی؟ یه روز عادی یا مثلا یه روز خیلی خاصش؟ هر کدوم برای خودت جذاب تره. شاید بگم یه روز عادی و اگر یه چیز خاصی بهش اضافه بشه چی میشه؟ چون روزای خاص به هر حال اتفاق خاصیه، ولی اینکه مثلا ما دوست داریم بدونیم تو یه روز کامل چی کارا میکنی و چه برنامه‌هایی داری. آخه اینطور که هستی پرسید روز معمولی یا روز خاص، به نظر میاد که روزای خاص زندگیش باید خیلی زیاد باشه. خب من کوهنوردی میکنم. بعد اوایل اصلا اینطوری شروع شد که من با ویلچر میرفتم، یعنی اصلا رو زمین نمیومدم. با یه تیمی که میرفتیم بچه‌ها کمک میکردن که با ویلچر بریم. خاص‌ترین روزش برای من روزی بود، اولین روزی بود که اومدم رو زمین که بخوام روی زمین خودم شروع کنم به کوهنوردی. اون موقع یه سری اهداف خیلی بزرگتر تو ذهنم بود که حالا من معمولا عادت دارم تا وقتی که اولینش نمیگم. واسه شروع کردم به رو زمین راه رفتن. همه میگفتن هستی چرا مثلا ما هستیم و اینا. گفتم دوست دارم رو زمین شروع کنم، دوست دارم خودم حسش کنم این رو زمین رفتن رو. خیلی بر من روز خاصی بود. اولین روزی بود که هستی که خیلی زیاد حساس رو لباساش همه خاکی شد، همه گلی شد. یادم دستکش نداشتم، دستکش بچه‌ها رو گرفتم. بعد از اینکه دستم گلی شد دیگه دیدیم مثلا ناخنام هم داره میشکنه، دستکش بچه‌ها رو ازش میگرفتم. خیلی روز خفنی بود واقعا. یعنی به من بگن که یکی از سه تا روز زندگی تو بگو که
خیلی توش لذت برده باشی، قطعاً جز این 3 تاست. اون روز خیلی کیف کردم اونجا، به خودم ثابت شد که هستی بخواد، کوه که هیچی، زمین که هیچی، گل که هیچی، هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره و این خیلی برام جذاب. در واقع اونجا به یک باور خیلی عمیقی رسیدی آره، که شاید واقعا واقعاً. یه مسیر جدیدی رو سر راهت باز کرد. آره واقعا. شاید یه تصویر جدیدی از خودش رو اون روز دید. درسته؟ دقیقاً. اصلا من یه بعدی از خودم رو دیدم که تا حالا ندیده بودم. از قبل بهش فکر کرده بودی یا در جا یهویی به ذهنت رسید چرا من خودم این کارا نکنم؟ مسیرش خیلی مسیر سختی بود، یعنی مسیر بود که پر از سنگ بود و با ویلچر رفتن هم خودم احساس میکردم که اذیت میشم، هم احساس میکردم که خب دوستانم دارن سخته براشون، خب بالاخره با هم دیگه اومدیم کیف کنیم. یهو اومدم پایین، یعنی همه واسه بودن چیکار داری میکنی؟ گفتم میخوام خودم برم. خب من مگه تو خونمون مگه خودم نمیرم؟ تو باشگاه مگه خودم نمیرم؟ خب چرا اینجا خودم نرم؟ اینجا هم خودم میرم. خیلی روز عجیبی بود. یعنی بعد از اون برنامه ما حتی برنامه‌های قله نوردی رو چیدیم. انقدر که اون روز اون بعد من بعد عجیبی بود که من اصلا نمیدونستم اصلا این بعد هستی هم وجود داره. چقدر جالب. این کمال جان از همون موقعیتاییه که خود هستی گفت یهو برات پیش میاد و تو یه قابلیت‌های دیگه از خودت میبینی و بعدش باعث میشه که خودتو بیشتر دوست داشته باشی. هممون هم توش قرار میگیریم. یک موقعیتی که یهو اصلا اتفاق میفته و میبینیم که من این کارم میتونستم انجام بدم، من این وجه رو هم دارم. دقیقا. حالا هستی اصلا چی شد رفتی سمت ورزش و ورزشکاری؟ چون ممکنه خیلی از کسایی که تو موقعیت تو هن خیلی ترجیح بدن کارهای نشسته انجام بدن یا بیشتر سر خودشون رو گرم کنن، ولی یهویی ورزش، یعنی ورزش از اون مقوله‌ای که 80-90% آدما کلا سخته براشون شروع کردن. واقعیتش اینه که من خیلی انرژی زیادی داشتم، یادمه حتی، یعنی من یادم نیست ولی من توی اینستاگرام معلم زبان اون دورانم منو پیدا کرد، برام یادآوری کرد و بعد من تصویرش اومد جلو چشمم. ما حتی تو خونه کلاس میذاشتیم که مثلا من زبان یاد بگیرم. توی آنتراکا من علوله گاز میرفتم بالا، مثلا یه بچه 5 ساله 6 ساله علوله گاز میرفتم، میگفت یادته هستی علوله گاز؟ میگفتم ببین یه چیزایی یادم ولی نمیدونستم حتی جلوی شما نمیتونستم اون انرژی رو کنترل کنم. یه جایی من برای کنترل انرژیم شروع کردم به ورزش، شروع کردم به پینگ پونگ. 3 سال و نیم 4 سال پشت هم پینگ پونگ کار کردم. مقام کشوری آوردم، اردو انتخابی تیم ملی دعوت شدم، ولی توی یه سنی انرژیم خیلی بیشتر شده بود. یا خدا رحم کنه. یعنی حتی دیگه مثلا دوست داشتم که همش تحرک داشته باشم که خسته شم، که حتی مثلا ممکن بود من 48 ساعت نمیخوابیدم، انقدر انرژیم زیاد بود، بیدار بودم نانستاپ. گفتم که خب من والیبال رو خیلی دوست داشتم. بعد گفتیم که خب توی اون دوران به روحیات من خیلی بیشتر میخورد، همین که بیشتر تحرک داشتم، همش یعنی تحرک داشتم، چون خیلی هم بچه بودم که خیلی دنبال توپا میدویدم، همش هم تو زمین بودم. تا رسید به سال کنکور که دیگه مثلا گفتیم که هستی بشینه درس بخونه، ولی خب هستی برای ورزش بود. 2 سال پشت کنکور موند، ولی خب نتیجه‌ای که همه منتظرش بودن رو به دست نمی‌آورد. اصلا هم هستی ناراحت نبود، هستی اتفاقا خیلی خوشحال بود. یادمه رتبه کنکورمو دیده بودم، گفتم که آخ جون فردا دوباره میتونم برم باشگاه، خب فلانجا که نمیخوام برم دانشگاه. و یه جایی برای کنترل انرژیم، از یه جایی به بعد دیگه اگه ورزش نبود هستی همش میخوابید، هستی اصلا هستی آدم عصبی میشد و این خیلی اتفاق خوبی بود به نظر من تو زندگیم. فکر میکنم سوالی که میخواستم بپرسم و جواب دادی. میخواستم بپرسم منشأ این همه انرژی و سرزندگیت از کجاست که
فکر میکنم از ورزش باشه. ورزش، طبیعت گردی، انرژی طبیعت خیلی خوبه، انرژی ورزش خیلی خوبه. منتها میدونین یه سری از آدما ورزش رو دوست ندارن. من میگم به خاطر اینه که جوری شروع نمیکنن که دلشون میخواد. میدونین جوری شروع نمیکنن که خودشون دوست داشته باشن. بیشتر ذهنشون اینه که من برم ورزش کنم، حالا یا افزایش وزن داشته باشم یا کاهش وزن داشته باشم، و توی این دوران بهشون خیلی سخت میگذره چون هدف و نتیجهشون یه چیز دیگه است. آره ورزش اصلا نیست. ولی ورزش و اصلا ماهیت ورزش اینه که کیف کنی توش، انرژی روانی که اضافه است و تخلیه کنی و انرژی خوب دریافت کنی ازش. مخصوصا خانوم ها کمن جان، چون که آره. بیشتر توی خونه فعالیتشون حالا یا محدود به خونه است، اگر شاغل هم باشن که فقط بین خونه و محل کار رفت آمد دارن و معمولا هم بقیه اعضای خانواده تو اولویتشون هستن، یعنی اون خود دوستی کم رنگتره، دگر دوستی پر رنگتره. از همینجا میتونن شروع کنن. یعنی تمرینایی که ما هم بهشون میدیم اینه که از ورزش شروع کن، از یه پیاده روی مستمر و ثابت، یعنی جزء برنامه روتینت باشه، نه اینکه حالا هر وقت شد، هر وقت کاری نداشتم، غذامو پخته بودم، بچه آروم بود، کاری نداشت. نه، یعنی انقدر برای خودت این وقت و ارزش رو قائل شو که بگو من باید در روز 20 دقیقه نیم ساعت برای خودم باشم. میخوام برم راه برم، میخوام برم یه جایی بدوم، نه میخوام برم توی اتاق یوگا انجام بدم. انقدر حالا تنوع داره که بالاخره یکی از این کارا رو میشه انجام داد. ولی اینو برای خودت، یعنی اگر که میخوای خودت رو دوست داشته باشی و تقویت کنی اینو در خودت، این رو برای خودت تعریف کن که من روزی نیم ساعت باید برای خودم داشته باشم. هستی جان، این همه انگیزه از کجا درون تو به وجود اومد؟ میخوام ببینم که خانواده هم نقش زیادی داشتن در این زمینه. قطعا خانواده نقش خیلی زیادی داشتن. شاید خیلی جاها که من مثلا میگفتم فلان کار خیلی باحاله، اون لحظه من تشویق خانواده رو داشتم که خب برو انجامش بده، تو که میتونی برو انجامش بده، برو اگه حالتو خوب میکنه برو انجامش بده. و قسمت خیلی زیادیش از نظر خودم اینه که من به شدت آدمیم که هدفهای بزرگی دارم. یعنی هدفهای من صرفاً برای 100 سال الان نیست و همین باعث میشه که من نخوام خیلی جاها وایسم. میگم هستی تو مگه نمیخواستی مثلا 200 سال دیگه این بشه؟ خب از الان پایه‌ش تو باید بچینی، چون 200 سال پیش کسی برای تو پایه نچید، پس انجامش بده. چه کاری بیشتر از همه حالتو خوب میکنه؟ بگم ورزش دوباره تکراری میشه. هر چه سوالا رو نگاه میکنم میبینم جوابش میشه ورزش. چه کاری حالم به جز ورزش؟ به جز ورزش عکاسی. یه بعد دیگه ای از منه. من قرار حتی من اون دوره‌ای که داشتم برای کنکور میخوندم که برم رشته عکاسی برم. آره. بعدش ادامه دادی به طور حرفه‌ای؟ نه، ولی سعی کردم اون ذوقی که داشتم و سر خودم خیلی پیاده کنم. خب خیلی هم عالی. معمولا عکسایی که از بقیه میگیرم همه میگن خیلی قشنگه، ولی از نظر خودم عکسایی که من خودم تنظیم میکنم، خودم میگیرم، اونا رو من حتی شده 2 ساعت مسیر رفتم که بخوام عکاسی کنم فقط. بعد اون زمانی که میذارم بخوام درستش کنم، خوشگل ترش کنم، بیشتر اون حسی که خودم از اون منظره رو گرفتم و بخوام توی اون عکس بخوام نشون بدم، این واقعا بودی از منه که همیشه هم هست. هم عکاسی، هم این که اصلا لذت میبرم مثلا از این که بخوام ویدئوهای خودم رو درست کنم. من همه ویدئوهامو خودم درست میکنم، به جز 2-3 تا کاری که با چند تا عکاس کار کردم، با یک عکاس فیلم بردار، بقیه‌اش همه‌شو خودم کار میکنم روش. مثلا شده 2 روز مثلا واسه زمان گذاشتم. این مستقل بودن و کمالگرایی و
کلا فکر کنم یه سری خصلت‌های خوب در هستی باعث میشه که از پس همه کاراش بر بیاد و دلش هم میخواد که خودش حتما کارش و خود باوریش. حالا چون ابعاد بیشتری هم داره تو صحبتاش ازش باز میشه برای ما، یه خورده قبلتر گفتش که وقتی شما ازش پرسیدین خودتو دوست داری، گفت خیلی. این سوالیه که ما میپرسیم از مراجعامون وقتی که میخوایم بدونیم بعد از یه مدت که باهاش آشنا شدم، من ویژگی‌هاش رو شناختم، ازشون میپرسم خودت رو چقدر دوست داری و از 0 تا 10 نمره بده. حالا اون نمره‌ای که میدن میپرسم خب به خاطر کدوم ویژگی‌هات این نمره رو به خودت میدی. الان دوست دارم با اجازه شما کمن جان از هستی بپرسم که خب اون خیلی که گفتی رو میشه الان برامون بگی که بابت کدوم ویژگی‌های خودت رو دوست داری؟ عددش هم بود بگم؟ چون گفتی خیلی دیگه میزانش برای ما مشخص شد. خب اوکی. من خودم رو دوست دارم چون به شدت آدمیم که حال بد تو قلبم نیست و خودم رو دوست دارم چون خیلی تلاش کردم تا به اینجا رسیدم. آفرین. خودم رو دوست دارم چون خیلی چیزایی که من دیدم و شاید اگه کسی دیگه میدید نمیرسید اصلا به اینجا. از پس اون روزای سخته بر اومدن خیلی قشنگ بود. آفرین. واسه همین باعث شد که خیلی خودم دوست داشته باشم. حالا این خیلیه شما میگید که عددش معلوم شد، ولی من حتی میگم از 10 11. آفرین. ببین خیلی خوش آمد از جوابایی که داد. یعنی اینجا مشخص میشه که واقعا این خود دوستیه داره اتفاق میفته یا نه. ما متاسفانه یه چیزی داریم توی تربیت که بهش توجه نمیشه. ما توی دوست داشتن بچه هامون شروع میکنیم قید و شرط گذاشتن از یه جایی به بعد. یعنی میگیم چون این کارو کردی دیگه دوستت ندارم، چون به حرف من گوش نمیدی دیگه دوستت ندارم، اگه درستو نخونی دیگه دوستت ندارم. بعد کم کم ما این تو ذهنمون شکل میگیره که ما به واسطه اون چیزهایی که از بیرون به دست میاریم انگار دوست داشتنی هستیم. اگه معدلم بالا بشه دختر خوبی هستم، اگه مثلا ساکت باشم شلوغ نکنم دختر خوبی هستم، اگر چیزی نخوام پسر خوبی هستم. بعد اینجا وقتی این سوال پرسیده میشه معلوم میشه که چقدر این خودباوری و خوددوستیه وجود داره، چقدر عزت نفسه هست. خیلی ها اینطوری جواب میدن. کمر جان شاید الان هستی جواب بگن خب همه همینطوری جواب میدن. نه اینطوری نیست. اینطوری جواب میدن که خب درسمو که خوندم، فوق لیسانس دارم، سر کار میرم، یه شغل خوب دارم، میتونم از پس خودم برمیام. خب ببین با آپشن های بیرونی داره خودشو تعریف میکنه. میگم خب پس اگر اینا رو ازت بگیریم چی؟ اون موقع خودتو دوست نداری؟ خب به خاطر اینکه آدم سخت کوشی هستی، به خاطر اینکه آدم مهربونی هستی، به خاطر اینکه آدم نوع دوستی هستی، اینا ویژگی به حساب نمیاد، در صورتی که اینا چیزاییه که دیده نمیشه و باعث میشه که ما از خودمون دور بشیم. دقیقاً من فکر میکنم ما باید چیزهایی رو در وجود خودمون دوست داشته باشیم که منحصر به فرد خودمونه و خودمون انتخاب کردیم. شخصیتی خودمون. مثلا اگر به من بگن خودتو معرفی کن، من بگم من کمند امیر سلیمانی ام. نه کمند رو من انتخاب کردم برای خودم، نه امیر سلیمانی رو، نه اینکه زن باشم انتخاب کردم، نه اینکه مرد باشم. حالا با این چیزایی که به من داده باید یه چیزایی در خودم پیدا کنم تا بتونم به واسطه اونا خودمو دوست داشته باشم. آفرین. آره هستی دقیقاً ویژگی هایی که گفت ویژگی های شخصیتیش بود. یعنی اون چیز، اون بالا و بلندی های زندگی، سخت کوشی هاش، مصمم بودنش، چیزهایی رو گفت که از درونش میاد، آپشنای بیرونی نیست. بحث امروز ما راجع به خود دوستی بود و من اصلا تصور نمی کردم که مهمونی کنارمون باشه که انقدر زیبا خودش رو دوست داشته باشه. حالا میخوام یه سری سوال شخصی ازت بپرسم که دیگه این خودتی. هستی حالا برای خودت شده کادو بخری؟ برای خودم؟ آره خودت به خودت. آره. بعد چی بوده؟ حست چی بوده؟ به چه مناسبتی بوده؟ یه روز یادمه یه مسابقه دادم، بعد نتیجه رو واگذار کردم. بعد من آدمیم که توی خود بازی تمرکز کاملم رو بازی و خیلی ناراحت شده بودم. اومدم بیرون کلا یادم رفت و گفتم خب هستی خرابکاری کردی ولی برو واسه خودت یه جایزه بخر.
رفتم برای خودم یه اتکانونی که خیلی دوستش داشتم و رفتم برای خودم خریدم. تازه کلی هم کیف کردم. بعد از اون به بعد دیگه مثلا به باختم اونقدر حس بد نداشتم. اونم خب شد دیگه، چه اشکالی داره. چه جالب. ما معمولا کادو و جایزه رو زمانی می‌خریم که چیز راضی خوبی هستیم پیش از خودمون، داره موفق شدیم. ولی چقدر کار جالبی کرده. برعکسش خاصه خواسته اون مهمونمون غمش رو امروز. تسکین بده. آره متفاوته دقیقاً. با عامه مردم. میخواستم ازش بپرسم تکه کلام چیه، فکر کنم میتونم حدس بزنم. حالا خودت بگو. نه شما حدس بزنید، چون من خودم دقت نکردم. راست به این میگی؟ موضوع. آره. من فکر کنم از کیف کردم خیلی استفاده کیف میکنی. کردم، خیلی خفنم زیاد اینا استفاده میکنم. به دلم میشه، یعنی یه جوری میگه کیف کردم که تو واقعا احساس میکنی که چقدر کیف کیف کرده میکنی. از اون اتفاقه. دقیقاً. چه کاری انجام دادنش به نظرت مسخره است؟ حالا چون تو همه کارا رو انجام میدی خودت، چه کاری به نظرت مسخره است موقعی که انجام میدی؟ واقعیتش اینه که من همیشه سعی میکنم حتی اگه یه سری از کارا رو دوست نداشته باشم که انجام بدم، ولی سعی میکنم اونو مسخره نشمرم تو ذهن خودم، چون بعد باعث میشه بالاخره یکی انجامش میده. من نمیتونم کل دنیا رو چیز کنم که آقا نه مثلا فلان کارو نباید شما انجام بدید. سعی میکنم که مسخره نشمرم، چون بعد باعث میشه که مثلا بخوام راجع به اون آدم فکر کنم بگم اون فلانی فلان کار مسخره رو کرد. خب کارش مسخره است. اون آدمی که اون کار رو انجام میده که مسخره نیست. نه کاملا درسته، ولی باعث میشه ناخودآگاه مثلا اونطوری من اون آدم رو به یاد بیارم. من سعی میکنم آدم رو با ویژگی خوبشون به یاد بیارم، حتی اگه مثلا 10 بار اخ کرده باشه یه بار خندیده باشه، من سعی میکنم اون خنده رو یادآوری کنم وقتی میخوام آدم ها رو توی ذهن خودم مرور کنم، میخوام راجبشون فکر کنم. کار مسخره واقعا از ذهن خودم ندارم. ولی به نظر من یه کار خیلی مسخره‌ای وجود داره. من وقتی انجامش میدم خودمو دوست ندارم. اون موقع ظرف شستن به نظر من خیلی کار مسخره‌ایه. واقعا خودم اون موقع ظرف شستن دوست ندارم. منم دقیقاً احساس چند تا کاره نمیگم مسخره است، احساس میکنم وقتم داره هدر میره. دقیقاً. یکیش همین. آره همیشه اون موقع میگم خب من چرا الان دارم اینو میسابم، خب میتونستم الان یه آهنگ گوش بدم. و همیشه تقدیر میکنم از مخترع ماشین ظرفشویی که به عقلش رسیده اینو اختراع کنه. من اتفاقا آدما وقتی توی به قول تو میگی برای اینکه قضاوت نکنم، وقتی یه کارایی میکنن که حالا به نظرم خیلی نرمال نیست، اصولا من عادت دارم خودم رو جای آدما قرار بدم قبل از اینکه قضاوت کنم، بگم حالا من اگه بودم توی این موقعیت چی کار میکردم. سوالارم که میخونم قبل از اینکه جواب بدی با خودم فکر کنم من اگه بودم الان چه جوابی به این سوال خودت قبلش میدادم. جواب میدی. و واقعا راجع به این خیلی جالبه هستی. بیشتر چیزایی که میگه منم احساس میکنم همینطوریم. احساس کنم به نظر من هیچ نیست، چون هر کسی هر کاری میکنه، یعنی هر حرکتی از نظر خود اون شخص موجه و خوبه دیگه، خودش که مخصوصا نمیاد کار مسخره بکنه. خیلی سوال سختی بود ولی بعد تو کاملش کردی. چون واقعا کاری حالا دیگه اینقدر نخندیم، سوال احساسی بکنیم. بهترین احساسی که به یه آدم داشتی چی بوده؟ بهترین احساسی که به یه آدم داشتم چی بوده؟ آره دیگه خب چی بوده دیگه؟ به خودم بوده، خیلی خودم دوست داشتم واقعا. خیلی هم خوب. یعنی حتی مثلا الان داشتم به این فکر میکردم که چه احساس خیلی خفنی به خودم داشتم، احساس خیلی خوبی به خودم دارم. یعنی مثلا در همه شرایط سعی میکنم که اول خودم رو، حتی بعضی وقتا با خودم حرف میزنم که هستی مثلا اون کار نباید انجام میدادی، ولی در همین تنبیه هم در همین اون کار نباید انجام میدادی. پس منتقد خودت هم خودت هستی. آره سعی میکنم همیشه اولین نفر خودم باشم تا وقتی که مثلا دارم میگم همه آدم ها ملاحظه نمی کنن. یکی مثلا به من یه چیزی گفت سریع عصبانی نشم، میگم خب هستی تو اینو قبلا به خودت گفتی، یه جواب براش داری، همونو بگو. در واقع تو همه سوالای آدما رو تو ذهنت قبلا حل کردی. آره. و جوابش رو دادی. آره ذهنت آماده بوده. تنهایی رو بیشتر دوست داری یا توی جمع بودنو؟ چون به شدت آدم برونگراییم تو جمع بودن خیلی بیشتر دوست دارم. ولی تو جمعی که
همشون با من مدل منن. مثلا مدل من نباشن واقعا بیشتر از 1 ساعت اون جمع و تحمل کردن برای من کار سختی میشه و من از اونام که قیافم مشخص میشه که سختش شده، این دیگه الان دیگه حوصله نداره اینجا بشینه. تو جمع آدم‌های شبیه خودم، آدم‌هایی که توی فازیم با هم، توی مودیم، حالا نمیدونم چجوری میتونم کامل ترش رو بیان کنم. خفنین با هم کیف میکنین و خفن. آره همینطور که هستی داره پیش میره و بیشتر توضیح میده، من یکم دیگه دارم از خود دوستی به سمت خودخواهی شک میکنم. چرا؟ ببینید آدم‌ها خب خیلی داستان‌هاشون جذابه، ولی من نمیتونم با آدمی که، چون باز میگم این شخصیت منه، چون خودم خیلی زیاد انرژی خوب دارم واقعا از نظر من آدمی که 1 ساعت نان استاپ بخواد قور بزنه خب با من توی مود نیست. قرار نیست آدم ها با هم دیگه توی مود باشن. پس مسخره ترین چیز میتونه به نظرت قور زدن باشه. الان نه من خودم قور میزنم و نه کلا ولی نه 1 ساعت، ولی نه 1 ساعت دیگه نهایتش مثلا 2 دقیقه. هستی جون، خنده دارترین جوک یا اتفاقی که دیدی یا شنیدی چیه که هنوزم اگه ازش زمانم گذشته باشه وقتی یادت میفته خندت میگیره؟ تا الان که 22 سالمه من از 7 سالگی سوار ویلچر شدم، یعنی با ویلچر دیگه رفت آمد میکردم. قبلش مثلا با خانواده این برنامه. خب خیلی طول کشید تا تونستم عین الان مثلا راننده خوبی بشم. خیلی افتادم زمین، ولی من از اونام که به افتادن خودم خیلی میخندم. یه بار خیلی اینجوری اخمام تو هم بود، آهنگ داشتم گوش میدادم، از بغل یه جمعیتی رد شدم که همشون از دور داشتن من رو نگاه میکردن و همشون از اونایی هم بودن که مثلا با انگشت نشون میدادن اونو ببین. من اینجوری مواقع سعی میکنم که مثلا توجه که نکنم، هیچی، سعی کنم راه خودم برم که مثلا متوجه بشن که اونم چیز عجیبی نیست، مثلا اونم انسانه. یه بار خیلی اینجوری داشتم رد میشدم، تندم داشتم میرفتم، من معمولا تنها باشم خیلی تند میرم، یه چاله اومد جلوی ویلچرم، من جوری افتادم که دور خودم کله ملق زدم و از شدت خنده زیاد نمیتونستم پاشم سوار ویلچرم شم. یعنی واقعا هنوز هر وقت از اون تیکه رد میشم خندم میگیره، میگم آخه چجوری من اونطوری افتادم اصلا اون روز. به نظرم خیلی چیز باحالیه آدم اصلا زمین خوردن چرا خنده داره؟ جدی از نظر روانی چرا یکی میخوره زمین آدم میخنده به حدی که نمیتونه بهش کمک کنه؟ ببین در مورد هستی یکم فرق میکنه، چون هستی متوجه شدم که خیلی شخصیت قوی داره، ولی در مورد بقیه آدم‌ها شاید انگار که اون خجالتشون رو میخوان پشت اون خنده پنهان کنن، چون که بقیه میخندن. بقیه اینکه چرا بقیه بهش میخندن یا خود اون کسی که خورده زمین میخنده؟ نه ناخودآگاه مثلا من دارم با دوستم میرم یکی اون میخوره زمین، اون یکی قش میکنه نمیتونه کمک کنه بلند. ولی دلیل روانشناختی براش وجود نداره، بیشتر به نظر میاد مردم آزاری. هستی چون توی ذره کار ما رو امروز سخت کردیم. ما همیشه آخر صحبت‌هامون سعی می‌کنیم یه جمع‌بندی کنیم، ببینیم خب چیا مهم بوده، چیا در واقع دریافت کردیم، ولی ماشاءالله انقدر تو قوی و عالی و قدرتمند حرف زدی که جایی برای جمع‌بندی برای ما نذاشتی. مرسی هستی جان. مرسی از شما، متشکرم. هستی جان، نیمه پنهانت چیه؟ ممکنه یه استعداد یا یه راز نهفته باشه که فرصت نشده یا نتونستی بگی. هستی جان، از نیمه پنهانت برامون بگو. خب نیمه پنهان، من خیلی تو جامعه روزهایی رو داشتم، لحظه هایی رو داشتم که شاید اون لحظه خندیدم که فقط اون لحظه رد شه، اما شاید اون لحظه قلبم خیلی شکست از یه سری از نگاه ها، از یه سری از حرف ها
من دوست دارم کاری که 20 سال پیش کسی برای من نکرد که آدم ها به من بد نگاه نکنن، آدم ها یاد بگیرن که منم یه آدمم مثل خودشون. دوست دارم این کار من برای نسل بعد از خودم انجام بدم و از ته دلم امیدوارم رفیقای دیگه، دوستای دیگه‌ای که توی جامعه منن به هم کمک کنن توی این موضوع، چون من یه نفرم، سنگینی کل بار میاد رو دوشم. خیلی خوب میشه اگه 10 نفری، 20 نفری، 100 نفری بخوایم زیر این بار رو بگیریم. هستی جان، من امروز میخواستم یه تشکر ویژه از برند مای بکنم که مسبب اصلی این گفتگو هستن و به همت برند مای این برنامه تهیه شده و خیلی خوشحالم که همیشه در همه برنامه هاشون حامی خانم ها هستن و در برنامه هایی که دارن همیشه پای یک زن در میان است. من میخواستم یه هدیه‌ای به شما بدم به رسم یادگار و این روز خوبی که کنار هم بودیم و قابل شما رو هم نداره. مرسی، هم ممنون از شما، هم ممنون از برند مای. متشکرم، مرسی. هر روز چندین و چند بار به دوست داشتن خودت اصرار کن. همچنان و همیشه خودتو دوست داشته باش، چون تو مهمترینی برای خودت. به گمانم که عشق از دوست داشتن خودمون شروع میشه.